وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام. برادران عزیز و گرامی، قبلا همه شما را به این ماه خیر و به این روز سید تبریک و تهنیت میگویم و از خدایی که بسیار مهربان است، از خدایی که بسیار پوزش پذیر است، خواهان او هستم که الله مهربان این طاعت و عبادت الحال انجام داده ما و شما را به درگاهش مقبول گرداند، باز محبت هامون و میل هامون به سوی دین خدا زیاد گرداند و الله مهربان مقصود ها و مرام های نیکی که در قلب های شما هستند با فضل کرمش الله مهربان حاصل گرداند. کاراتان در خداوند برار و برکت و گشایش دهد. گذشتگانتان الله مهربان رحمت و مغفرت کند. بیماری هاتان شفای کامل الله مهربان نصیب گرداند. برادران عزیز و گرامی، از بس که وقتای ما کمتر است، ما خواستیم در همین مسجد نماز خوانیم و از این لحظه ها هم استفاده بردن. یک حدیثی را برادران عزیز من میخوانم و معنای حدیث به گوش شما میرسانم و از خدا امید است که و گمان ما همین است که انشاءالله بعد شنیدن خداوند دعا میکنیم که توفیق عمل کردنش بر ما و شما نصیب بگرداند و الله را بسیار سپاسگزاریم برادران عزیز که در این شهرها، در این ملک ها ما دارای مسجد هستیم و امکانیت قال الله و قال رسول الله وقتی پیدا می شود، همه این بزرگی الله هست، همه این مهربانی الله هست که خدای مهربان این امکانیت ها را برای ما و شما نصیب می گرداند و این را همیشه از الله شکرگزاری کردن در کار که خداوند زیاد کند و کم نکند. برادران عزیز و گرامی، جناب امام طبرانی در کتابش میارد و دیگر عزیزای خدا هم این حدیث در کتابشان آوردن. جناب امام حاکم هم آورده است، جناب ابو نعیم هم آورده است و حدیث راویش حضرت علی رضی الله عنه هست. میگه جاء جبرائیل الى النبی صلی الله علیه و سلم. حضرت علی میگه جناب جبرائیل، این ملائکه مقرب درگاه الهی که همیشه نزد ملائکه ها می آمد، وظیفش همین بود و پیام الله را به پیامبران می رسانید. میگه بار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا محمد عیش ما شئت فانک میتون. برادران عزیز، مثل که جبرائیل برای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم یک 5 اندرز دادن، 5 بسیار سخنی با حکمتی گفتن که برای گوش کردنم بسیار خوب و بسیار خیری هست. گفتن ای محمد صلی الله علیه و سلم، حقیقتا تو بهترین موجوداتی، تو بهترین مخلوقاتی، تو حقیقتا دارای مقام محمودی هستی، تو در نزد الله مهربان بسیار احترام بلند داری، تا جایی که حتی آیت های قرآن، حدیث های پیامبر، اطاعت خدا، اطاعت رسول، گناهگار شدن در نزد رسول، گناهگار شدن در نزد الله هست. زین لحاظ من به تو اندرز میتیم که محمد بدان که پایان عمرت به مرگ انجام می‌یابد. یعنی دان تو اگر چند دارای این قدر مقام و منزلت هم که باشی، ولی برای تو الله مهربان وقت معین کرده است که همون وقت که انجام یافت تو این دنیا را پدرود میگوی. چگونه الله مهربان در قرآن میگفت
نحن قدرنا بینکم الموت. خدا میگو برای هر کدام شما من ساعت جدا کردگیم، وقت جدا کردم. همون ساعت که آمد، همون وقت که آمد، دیگر هیچ کسی صد راه این برادران عزیز شدن میتونه. یعنی یگان دانشمند و یگان گویم طبیب مشهور روی دنیا حتی علاج این رفتن میتونه. مرگ آمد، لحظهش که آمد برادر عزیز، امانت چه الله از ما و شما میگیرد. یعنی یک هشدار داد بر پیامبر نازنین که پایان عمرت ای محمد مرگ است. یعنی تو این دنیا را پدرود میکنی، زیرا خداوند گفت کل نفس ذائقة الموت. هر یک نفسی که در روی دنیا حیات دارد، می جنبد، جان دارد، حتما او شربت مرگ می چشد. برادران عزیز و گرامی، اکنون این موضوع بسیار موضوع طولانی است. این سخن جبرائیل هم بسیار معنای بلندی دارد. یعنی آدمی را که اگر انتهای عمرش که اگر مرگ باشد، باید یه هشدار، هوشیار باش در زندگیت، هوشیار باش در زندگی. این وقتهایی را که الله مهربان برای تو داده است، مقصد غنیمت بشمار، بسیار غنیمت بشمار. زیرا از این وقتها پروردگار مهربان ما را میپرسد برادران عزیز، در کدام مقصد راهها، در کجاها، چگونه این وقتها سر شدگی اینها را میپرسد. برای این عزیزای خدا میگفتند عمر آن که صرف گردد در حضور ذکر او، حیف عمر در پی این نفس کافر بگذرد. البته عمر همون عمری که با الله میگذرد، با عبادت میگذرد، با اطاعت میگذرد، با کار خیر میگذرد، در راه درست میگذرد. زیرا این یک هشدار دادن هم هست. یعنی این اشاره به هممون هست که پایان عمر هممون برادران عزیز مرگ است. این روز ما و شما هم گویم حتما رسیدنیه. ولی خوش به حال آن کسی برادرای عزیز که این دنیا را پدرود گویه و هم در اینجا وقت یک دنیا میگذرد، هر کسی که میشنوه میگه الله رحمتش کنه، انسانی شریف بود. خانه قبرم که برود، در اونجا هم عزت دارد، در اونجا هم خیر دارد، در اونجا هم مقام دارد. زیرا برادرها میگن وقتی انسان از دنیا میگذشته است، کسی گذره از دنیا، شما اگر دیده باشین همین حالت، کسی بیاد میپرسد چند ساله بود، چند فرزند داشت، چلیادم بود، بای بود، کمبغل بود. یعنی از حالت دنیایی شما میپرسید. و قالت الملائکه، یکی میگه ملائکه ها وقتی یک انسان از دنیا میگذشته است، ملائکه ها بین خودشون دیگر سخن داشته‌اند. اگر ما از کودکش پرسیم، از حالتش پرسیم، از عمرش پرسیم، چخیلی شید مرد، اگر ما این خیال پرسیم، ملائکه اینا رو میپرسیدن. ملائکه میگفتند که ما قدمه، ملائکه میپرسیدند که همین انسان آیا برای خانه آخرت یگان چی روان کرده باشه یا نه؟ یعنی مقصد ایرا در پیش یک معرکه کلان است، آیا برای از اون معرکه نجات یافتن دارد یگان چیزی پیش رفتگی یا ندارد؟ ملائکه از این بین خودشان گفتگو میکنند. یکم اندرز که داد گفت محمد بدان که پایان عمر مرگ است. دوم و احبب من احببت فانک مفارقه. ای محمد، کسی را در دنیا برای خودت رفیقم انتخاب کرده باشی، دوستم انتخاب کرده باشی، بدان که از این دوستات هم جدا شدنی. یعنی وقتی که این پیک اجل به سراغت که آمد، خواهی نخواهی دیگر دوستا را ترک میکنی. دیگر دوست ها مقصد هرچی دوستایی بود در همین دنیا برای ما و شما بودن. دیگر اینها همراه ما خانه قبر نمی روند. برای همین گفت دوستهات از دوستهات هم ای محمد تو حتما جدا میشه. زیرا پیامبر نازنین اصحاب پیغمبر دوستاشان بدن، جان فداهاشان بدن. گفت از اینها هم گفت محمد جدا میشه. سیم گفت
اعمل من شئت فانک مجزی به. محمد دانستی که پایان عمرت مرگه، دانستی که پیک اجل آمد از رفیقا جدا میشه. یا را دانستی؟ اینها را به یاد بگی. اینها بسیار سخنهای با حکمتند. سوم این که هر عملی را که در دنیا انجام میدی پاداش را اونجا میگیری. عزیزان خدا میگفتند در اینجا کار، در آنجا نخل بردار. اینجا در بکار بچم، هر چی میکاری از دنیا مزرع الاخره. پیامبر گفت دنیا جای زراعتگاه است، اینجا میکاری و حاصل اونجا میبرداری. هر عملی را که انجام میدید برادران عزیز، حتما اگر عمل صالح باشد خوش به حالتون، خوش به حالتون که اونها در پهلواتون در خانه قبر همه اونها حتی به یک صورت نیکو تبدیل می شوند. میگه به صورت آدمای زیبا، میگه من نمازتم، ایش میگه من زکاتتم، ایش میگه من روزت هستم، ایش میگه من همون سخنای نیکت هستم، ایش میگه همون بیچاره را که درمانده بود تو مثال ما حالت بر من وای هستم. کارهای خیرت همه میگه در پشت. تصور کن که اگر کردارات همه نیک باشد، همراه در خانه قبر صدها عمل صالح به صورتی زیباترین در آینده در پشتک باشد، چقدر دلت پره. لیکن اگر برادر عزیز عکس یابی باشد، همه اونها هم با درد سرد. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار به سوی فاطمه ای امت الله بترس از قهر حق، گو ذکر الله مکن تکیه به من زینهار زینهار که محشر روزی سخت و کار دشوار. دخترش گفته سه فاطمه به من تکیه نکو، زیرا محشر بسیار روزی سخته. با فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند خوش دار. فاطمه خوش داد سر توگی پگاه از عملت بپرسند. نمیگن دختری کی بودی، نمیگن بچه کی بودی، نمیگن اولادت کی بود، از اعمالت بپرسند. سیم گفتش محمد گفت پایبند عملت باش، در پایبند عمل جزات میگیری، جزای خیر میگیری یا جزای بد میگیری. این وابسته به اعمال انسانه. اما فما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. ما سوره زلزله را میخوانیم، با مقدار ذره نیکی کردی نیکی میگیری، بدی کردی دادر عزیز بدی میگیری. بعد چیش گفت؟ بعد از آن میگه گفت شرف المؤمن قیامه باللیل. پیامبر جبرائیل چهارم چیزی را که گفته سرش بدان که اگر تو بخوای از امتهای تو آدمای با مرتبه و با مقام و با عزت پیش خدا شوند، اینها باید نماز شب داشته باشند. اینها اگر نماز شبکی خوانند، برادران عزیز و گرامی، پیامبر نازنین جبرائیل گفته سعی چی گفت؟ شرف المؤمن گفت. این شرف اینها است. اینها بسیار شرافت می‌یابند، بسیار عزت می‌یابند، بسیار سعادت می‌یابند وقتی نماز شب دارند. ما حدیثی داریم پیامبرمون گفت که افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. ببین حضرت چی گفت؟ وقتی که باید برادر که دیدی مقصد خطا به شکل ندارد که گویا که ندیدی، برای قطیش دست داد دستش ما بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میگه وقتی تا اگر ای زمره هم کسایی باشی که با برادرت سلام کنی. و اطعم الطعام، ای مالداری و پولداری مردم مقصد ای دستی تو نان بخورن خیر بیاون از مبلغا و ای شرایط های امکانیتی که تو داری. سه وصیل الارحام، سیله رحم با نزدیکات همیشه نگه بدار. چهار وصلوا والناس نیام، نماز شب بخوان وقتی که مردم خوابه. این چهار چیز حضرت یاد کرده و چی گفت؟ تدخلوا الجنة بسلام. ولی نزد در جنت میره که ملائکه ها ایستادگیان پایبند این چهار عمل چی میگن؟ السلام علیکم و رحمت الله.
دروازه را میکشند. مرحمت، این نوش و نعمت، این خیر، این نیکی همه از آن توست، زیرا که تو در دنیا پایبند سخن پیغمبر نازنین بودی. و عزه استغناء عن الناس. پیامبر چی بود؟ جبرائیل پیامبر اخیره و گفت این که هرگاهی که در برابر هر یک آدم خود فقیر نشانته، خود یک آدم بیچاره و نادار و ناتوان نشانته، در برابر هر آدمی که ایستاده احوال تپرسید بگو الحمدلله خوبه، شرایطاش که الحمدلله خوبه، امکانیت هم نازد، شکر الله مهربان میکنم. وقتی گفت اگر در برابر هر کس چنین جواب گفتی، این نشانه عزتی تو است. در این حالت بود عزت می‌یابی. برادران عزیز و گرامی، این 5 چیزی بود که جبرائیل امین با پیغمبر نازنین گوشتت کردند. من انشاءالله اکنون گفتم من برای شما یک حدیث بیان میکنم، ولی عزیزای خدا میگن یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چون چراغ پیشی کور است. برای آدم انشاءالله با فهم یک اشاره چند انشاءالله کفایت میکند. الله مهربان همه تا برکت یاد. ما بسیار از همین شهرهایی که با برادران ملاقات داشتیم بسیار الله را سپاسگزاری کردیم که آبادی بسیاری مسجدها و مردم ما و شما پایبند نمازند. خداوند با بی توفیقا هم هست، خدا با بی توفیقا را توفیق دیاورد و الله مهربان اون کسانی که پایبند مسجد نیستند خدا اونها را هم داخل مسجد بیارد. این مهر و محبتی که شما با شنیدن و با نماز و با عبادت دارین، خدا اونهایی که از این چیزها محرومند الله اونها را موفق میسر کند. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. الله جميع و فتوحمتون نگهدار. سلام علیکم.